سلام دوستان عزیز خودم. این دفعه تبدیل کلورید نقره به نقره خالص رو براتون آوردم و میخوام این آموزش یه آموزش ساده براتون باشه. ببینید، وقتی ما از یه چیزی کلورید، از یه چیزی نقره میگیریم و نقره رو با حالا نکاتی که میگم خیلی خوب دقت کنید، چون من همیشه روی چیزهای اساسی تاکید میکنم، چیزهای اساسی که واقعا یه جورایی مثلا قلق حساب میشه. ببینید این یه حالت سفید رنگی داره، دقیقا همین حالت سفید رنگ رو کلورید سربم داره. خب یعنی اگه قاطی نقرتون بشه، نقرتون سفید نمیشه، قشنگ نمیشه. خب و همیشه این عنصر مزاحم سرب و آهن همیشه همه جا حضور دارن، هستن. خب اینجا من کلورید نقره رو دارم که سفید رنگه و برای اطمینان شما اینو همیشه با آب داغ بشورید. چرا؟ چون تو آب داغ کلورید سرب حل میشه و آب رو که بیرون میریزید دیگه این برای شما حالت سفید رنگ کلورید نقره به جا میمونه. خب من برای این کار یه مقدار اسید کلوریدریک دارم که این اسید کلوریدریک رقیق شده است به خاطر حالا واکنش کمتری که قراره بده، و یه مقداری پودر روی دارم. خب پودر روی به اندازه نصف وزنی که شما دارین استفاده میکنید. حالا اضافه هم بیاد، اضافه هم ضرری نداره، اضافه هاشو بعدا میگیریم. خب یکی از راه ها استفاده از سود پرک و شکره که خیلی راه طولانی، هر کسی نمیتونه دقیق انجام بده. من اینجا یه روش خیلی ساده رو برای شما آماده کردم که میخوام به شما نشون بدم. خب به اندازه مثلا 5 گرم 10 گرم هر وزنی که شما نقره دارین، کلورید نقره دارین، همون اندازه هم یعنی میشه نصفش دیگه، یعنی کلور و نقره دوتایی. شما یه مقدار کمترش رو در نظر بگیرید و روی بزنید، حالا با توجه به اعداد اتمشون. مثلا حالا من اینجا احتمال میدم مثلا 100 گرم نقره داشته باشم، احتمال میدم 50 گرم، حدوداً 70% اینم روی در نظر بگیرید. حالا بیشترم شد، این هیچ مانعی نداره برای ادامه کارتون. خب من میام چیکار میکنم؟ من میام پودر روی رو داخل این میریزم و هم میزنم. اینو خیلی کامل باید هم بزنید و چند دقیقه صرف هم زدن این بکنید. خب اینو وقتی ما هم میزنیم واکنش سمنتاسیون اینجا رخ میده و کلوریدهای نقره ما تبدیل به نقره خالص میشن. خب اینو خیلی، حالا من نور چراغم روشن میکنم، خیلی با سلیقه اینو هم بزنید، یعنی نذارید اون سفیدی ها بمونه، میتونید آب روش بریزید. یه واکنش گرمادهی اینجا هست، واکنشی که گرمازا هست و ببینید که بخارات که بلند میشه. خب این کار رو برای چند دقیقه انجام بدید و مطمئن بشید که دیگه کلورید واقعا تبدیل به نقره خالص شده. خب تا جایی که میتونید اینو هم بزنید که هیچ کلوریدی اینجا نمونه. خب حالا میگین چرا ما نمیتونیم کلورید نقره رو مستقیم ذوب کنیم؟ خب برای شما نشون میدم، به شما نشون میدم که چرا نمیتونیم. خب دوستان، الان اینجا ما اومدیم کلورید نقره رو ذوب کردیم، ولی هیچ اثری از فلز اینجا ما پیدا نمی کنیم و هیچ وقت این کار رو نکنید. هیچ وقت شما مستقیم کلورید رو ذوب نکنید. ممکنه تا 10% متال رو، فلز رو بگیرید
و این اصلا خوب نیست. بقیه هم به این شکل در میان. هر وقت این اتفاق براتون افتاد، شما یه مقدار بوراکس، وقتی اینو ذوب میکنید یه مقدار بوراکس روش بریزید و ذوب کنید و این ادامه روند ریختن بوراکس رو تکرار بکنید. اینقدر این بوراکس رو اضافه کنید، اون لایه نقره روش کشیده میشه و چند بار این کار رو انجام بدید که نقرهاتون همه احیا بشه. ولی خب به دلیل دمای بالای دستگاه هوابرش بخشی از این نقره شما حتما بخار شده. خب چون دمای این خیلی بالاست، حالا کلورید نقره فکر نمی‌کنم دمای بخارش چقدره، ولی خب باعث تبخیر میشه. خب ما دوباره برمیگردیم به داستان اصلی خودمون و اینکه ما نباید چیکار کنیم، کلورید نقره رو مستقیما ذوب کنیم، واکنش احیا انجام نمیشه. ببینید سفیدی ها رو که میبینید، این سفیدی ها نباید باشه. اگر احتیاج به اضافه کردن پودر روی بود، حتما پودر روی رو اضافه بگیرید. خب حالا نور چراغ رو میزنم، میبینم که باز سفیدی هایی هستن. خب اگه میبینید کمه یا این سفیدی ها رو میبینید، باز ما میایم رو این پودر روی اضافه میکنیم. حالا اون نسبتی که ما داشتیم ممکنه شما در نظر بگیرید خیلی خوب دیگه کمه، ولی خب الان چیزی که حدس میزنم اینه که ببینید واکنش گرماده. خب واکنش شدیداً گرمادهیه. خب مراقب باشید. من اینو حالا انجام دادم، شما خیلی آرومتر این کار رو انجام بدید. خب یه جوری مطمئن بشید که دیگه هیچ کلوریدی نمونده. حالا من باز روش آب میریزم. من اینجا روش آب ریختم که این پودر روی ما که ذراتش خیلی ریزه به همه جای این محلول برسه. خب خیلی از دوستان میگن چرا مثلا تو قابلمه انجام میدی، چرا تو مایتابه انجام میدی؟ اینا خب یه سوالاتی هستن که میکنم بچه‌ها دیگه. خب ببین من الان میخوام به شما نشون بدم. خب اگه بیام بگم که آقا بیاید ارلن خلا بگیرید، خب بعد نمیدونم سافیر اینجوری وصل کنید به چه میدونم پمپ خلا و اینا، نه من یک کاسه ساده پیرکس و لوازم ساده پیرکس که خودتون خونه میتونید داشته باشین انجام میدم که حداقل خیلی هایی که ندارن نیان بگن که آقا ما این ارلین خلا رو نداریم، فلان رو نداریم، نمیتونیم و اینا، این داستانا رو نداشته باشیم. خب ما تقریبا هیچ کلورید رو نداریم الان اینجا. ما اگه دقت بکنیم اگر هم داشته باشیم خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. من تقریبا لوازم میتونم اینجوری تمیز نیست، اینو بذارید یه جایی که بعدها اینو تصفیه بکنید. خب حالا واکنش کامل انجام شده و نقره آزاد شده و الان میریم که این چی میگن روی اضافه رو من داخل این حذف بکنیم. من خیلی سریع این کار رو انجام میدم و دیگه به نقره خالص میرسیم. خب من حالا این آبو که میریزم، آب اضافه شو، بعدا اینو دوباره میذارم ته‌نشین میشه، ولی خب به خاطر سریع بودن کار من این کار رو میخوام زود برای شما انجام بدم بدون قطع کردن ویدیو. خب وقتی اینو میریزیم رو نقره ها و روی ها، اینو آروم آروم اضافه میکنیم که واکنش ما آروم تر باشه.
الان هر چی، البته این اسید کلوریدریک رو من با نصف آب قاطی کردم. خب ما این کار رو ادامه میدیم تا تمام رویهای ما حذف بشه و نقره خالص ما داشته باشیم. نقره خالص. خب اینقدر این کار رو ادامه میدیم که دیگه فقط ما داخل این نقره خالص داشته باشیم. خب بازم من میام داخل این اسید کلوریدریک اضافه میکنم. منتظر میشیم که واکنش تموم بشه و ما نقره خالص خودمون رو میتونیم مستقیما ذوب بکنیم. هیچ مشکلی نداره، میتونیم پودر نقره هم نگه داریم، هر وقت لازم شد استفاده بکنیم. خب دوستان، این همونطور که میبینید من این اسید رو چند بار شستم و به این صورت نقره ما آزاد شد. خب نقره خالص ما آزاد شده و به این شکل میبینید که این نقره است. خب همینم شما میتونید ذوب بکنید و اینم پودر نقره ماست. خب شما این کار رو نکنید، نقره ضرر داره برای شما. خب ممنون از اینکه این فیلم رو تماشا کردید.